안녕하세요. 저는 갤러리 아카데미아의 서아티입니다. سلام به همگی. کتاب داستانی که امروز می‌خوایم شروع کنیم، دومین کتاب داستانمون پونشیکچیپ هست. پونشیکچیپ. بیایم شروع کنیم. 학교 앞 분식집. 학교 앞 분식집. 학교 که میشه مدرسه. 학교 앞 یعنی روبروی مدرسه. 학교 앞 یعنی روبرو. 학교 앞 یعنی روبروی مدرسه. حالا پونشیکچیپ چیه؟ پونشیکچیپ از اون رستوران کوچیکایی که غذای خیابونی دارن. توی فیلم کره خیلی میبینید. دقیقاً شکلش هم همینطوریه. میشه گفت خیابونی هن و غذای خیابونی دارن دیگه. 라면 یعنی همون نودل خودمون هستش که خیلی هم دوست دارن و دیدید که کره خیلی میخورن. کیمباب یه رول برنج یا یه رول برنجه، میبینید برنج توشو، که با جلبک دریایی و مواد مختلف پخته میشه. که کیم به معنای جلبک، پاپ به معنی برنج هستش و غذای اصلی خیلی از دانش آموزاشونه و مناسب پیکنیک و اینا هستش. این داخلش هم میتونه تخم مرغ و سبزی و گوشت و تون ماهی و میگو و غیره باشه. بعدی مندو بخوایم فارسی معنیش کنیم پیراشکی میتونیم بگیم و یه نوع غذای کره‌ای دیگه. میتونه بخارپز یا سرخ شده باشه یا توی سوپ بخورنش. اگه توی سوپ باشه بهش میگن مندوگوک یعنی سوپ پیراشکی. بعدی آموک کیک ماهیه که روی سیخه میبینید. اودنگ هم بهش میگن که برگرفته از ژاپنی‌هاه ولی که از همین اوموک بیشتر استفاده میکنن و بومی‌تر. معمولا هم توی آب داغ سرو میشه، مخصوصا توی خیابونا، کنار خیابون خیلی دیده میشه. بعدیش که دیگه همه میدونن هات دوگ میشه هات داگ. یه سوسیسه که روی سیخ دورش خمیر سرخ شده هستش، گاهی توش پنیرم داره یا روش شکرم میپاشه. هات دوگ. بعدی کیماری رول جلبک دریایی سرخ شده است. گفتیم کیم یعنی جلبک. ماری چیزیه که پیچیده شده. داخلش مثلا نودل شیشه‌ای هست، خیلی هم محبوبه توی غذاهای خیابونی و کنارش هم میتونن دوکبوکی هم بخورن. دوکبوکی که میدونید چیه؟ بعدی همبورگو همون همبرگر خودمونه دیگه. دوکوچی میشه کیک برنجی سیخی با سس تند که دوک میشه کیک برنجی و گوچی میشه سیخ. کیک‌های برنجی رو میزنن روی سیخ و با سس قرمز شیرین و تند میخورن دیگه. خیلی هم معروفه. و در آخر همگه موگویو. بیاین با هم دیگه. همگه میشه با هم. همگه موگویو با هم بخوریم. برای اینکه داستانای بیشتری هم داشته باشید حتما ما رو سابسکرایب کنید و لایک یادتون نره.